خسارات پیشگی زمین لرزه را که سنه 23 مارس در حدود جمهوری تاجیکستان به قید گرفته شد معین کردند. گروه کاری از رئیس کمیته حالتهای فوق‌العاده در ولایت خبر می‌دهند که در مرکز زمین لرزه که در پالدارک ناحیه مسجد از 4 منزل استقامتی پوره نابود و بیش از 100 خانه‌ها قسماً ضرر دیدند. کمیسی کاری حالتهای فوق‌العاده وابسته به زمین لرزه که سنه 23 مارس سال روان در حدود جمهوری از آن جمله در ناحیه کوهستان مسچوی ولایت سوق به عمل آمد. به عمل شامل رساند که در این سنه در ناحیه کوهستان مسچو اساساً در دهه‌های پالدارک، یارم، پاکشیفی، جماعت دهات لنگری ناحیه خانه‌های ضرر دیده و خانه‌های ضرر دیده به قید گرفته شد. عین زمان کمیسی حالتهای فوق‌العاده در جای حادثه برای کارهای برطرف‌سازی و عمیق نمودن مبلغ خسارات فعالیت نموده ایستادند. بنابر اطلاع آخران که حالا در دست داریم، در این حالت رخ داده اساساً در دهه پالدارک 165 خانه ضرر به حساب گرفته شد. از آن جمله در این دهه 4 خانه پوره ویران گردیده، 37 خانه قسماً ویران گردیده و 124 خانه ضرری سبک دیدند. بنا به معلومات سامانه ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گردنی حکومت جمهوری تاجیکستان و کمیسی گروه کاری در ولایت سوق در این زمین لرزه 18 سر چاروای کلان و 27 سر مال میده به هلاکت رسیده است. تحقیق و تحلیل هنوز ادامه دارد. همچنین به شما اطلاع می‌دهیم که با سپارش مقامات اجرایی حاکمیت دولت ولایت سوق عین زمان با عائله‌های از زمین لرزه ضرر دیده از جانب شهر و ناحیه‌های ولایت سوق از آن جمله شهر پنجکین، ناحیه شهرستان، استراوشان و دیگر شهر و ناحیه‌ها یاری کمک‌ها رسانده شده ایستاده است از قبیل مسائل ساختمانی و مواد خوراکه. این خلاصه نهایی نبوده. هنوز گروه کاری کمیسی حکومت جمهوری تاجیکستان برای رفع عاقبت زمین لرزه کاربری دارند. همچنین باید قید کرد که برای ساکنان ضرر دیده کمک راهبریت شهر و ناحیه‌های ولایت و جمهوری و صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه ادامه دارد. بنا به معلومات ها حالا به ضرر دیدگان بجز از مواد خوراکه اینچنین 58 تن سمنت، 300 عدد شیفر و 4 کوب تخته و دیگر مصالح ساختمانی کمک کرده شده است. نتیجه خسارات زمین لرزه سنه 23 مارس را که مرکزش مسجد کوهی جماعت پالدارک بود معین کردند. در این جماعت 4 خانه پوره نابود شده است و چند از منزل‌های استقامتی ساکنان ضرر دیده است. کمیسی مخصوص گروه کاری حکومت جمهوری تاجیکستان برای پوره تحقیق کردن این حادثه طبیعی کاربری را ادامه داده ایستادند. گزارش مفنوشکر و نسیم رحیمов برای برنامه اطلاعاتی خبر.